نید. من گفتم خون متوکل برای خود از اصل کرده بهتر میدونم، به خاطر که اونا داعش دشمن مسلمان هستند، دشمن اهل مذهب هستند. وهابیت به دو قسم است، یک قسم وهابیت مثل شما هستند با قلم و امارات اسلامی گروه امارات اسلامی است. من خون زور از شکر و عسل کرده بیشتر و خوبتر میدونم برای خود در صفوف جهاد، در وقت جهاد. ما که جهاد کردم نیمی مرا 4 یک اسم اینا نکرده باشد و ما 2 برادرم از دست دادم، 1 تای دیگه فعلا است. ما خودم میرم میایم 3 تای دیگه ما میجا با ماست. اگر 5 تای دیگه بروه والله در فکرش نیستم. 3 تا فرزند دارم، 3 تای دیگه بروه هیچ در فکرش نیستم. لیکن من میدونستم که متوکل کی بود و چی کار بود. والله بالله قسم داعش میداد. ببینید برای عزیز موحد اگر ببین احمد یک دقیقه، اگر شبها روزها اگر جهاد کرده باشی، یک علمای واقعی افغانستان را اگر تو شهید کرده باشی، او جهادت به دردت نمیخوره. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جوابت است برادر. برو پشت کارت واحد جایت نشان بده. زن سرم دستی سنگ طلاق در پیشوی دیکولگی. اگر من تو رو خون تو رو من جاهز ندانستم، در ظرف 1 ماه تو رو نکشتم، زن در سرم 3 سنگ طلاق. ظرف 1 ماه تو رو نکشتم، زن در سرم 3 سنگ طلاق. اینه در پیش کلگی میگم، در پیش کلگی. تو جایت نشان بده تمام. احمدی گپ قانون ما گپ قانون خود بازی کرده قسم کلام نمی. ما گفتم خون متوکل برای خود از اصل کرده بهتر میدونم، به خاطر که اونا داعش دشمن مسلمان هستند، دشمن اهل مذهب هستند. وهابیت به 2 قسم است، یک قسم وهابیت مثل شما هستند با قلم و زبان سیش در یک قسم جهادی. الحمدلله من الحمدلله در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هستم و میباشم. موحد مرا درباره متوکل میم. متوکل یک انسانی بود که بر ضد عقیده 4 مذهب کار میکرد. ما در فضای آزاد آواز خود به مو مخالفین خود که هر کس باشه و علیه ما تبلیغات میکنه برش میرسونیم. دست به جنگ و جدل نزدیم، شور ما شور نزدیم. اگر مسئله جنگ شوه گپ در کثرت نیست، اینو یاد داشته باشید. صحابه خیلی کم بودن خود دنیا را فتح کردن. ان شاء الله شاید در اینمی مردم کسایی باشه که سریازی عقیده از جان مال اولاد تیر باشه. هست کسی تیر؟ اگر واقعیت از اخلاص میگیم 2 دسته بالا میگیم. کناری چیکلی دی کوترا چی هر خواد رزاشی او در غزاشی دخمن تا سزاشی قتلونا کرا پیکی او لانچاری لاسو کی خنجاری بیٹنگ شا کناری چیکلی دی کوترا. من میدانم امروز برای کسی نامده، امروز برای خوش کردن کسی نامده. نه من اینقدر قدر دارم، امروز برای قدر عقیده آمده. این ملت و ولس و علما که از صبح تا حالی را نشسته است به خاطر عزتمندی و حیثیت عقیده نشسته است و از او دفاع میدان و فرصت خیلی بزرگ براتان داده شده. قدم قدم از فرق سر تا شست پای ما را گز کنی، اندازه کنی، حرکت ما را، عمل کرد ما را، خاصیت ما را، خوی ما را، و بعد از او سر ما از نگاه دین انتقاد بگیری. ان شاء الله به سر و چشم میپذیری. تسلیم حق هستی. اما افسوس است که 10 سال قطمه یک جای زندگی داری، همسایه هستی، تمام حرکات مرا مشاهده میکنی و باز هم میگی که یا انگلیس هستن یا خو یهود هستن. آیا از حدیث معزز رسول الله خبر داری که گناه های کبیره را که مهلک از هلاکت دهنده است یکیش هم تهمت زدن به کی است؟ بگوی دامن پاک مسلمان است. یکی دمی ناحیه در مباهله قطع دازر میشم، در میدان میبرایم اولادایتان، زنایتان، اقارب و خیشایتان کلیتان بیاری در میدان استاد پیشیم. کل ما دست بالا میکنیم، لعنت میگیم، بددعا میکنیم که هر کس غلامی میکنه، هر کس واقعا دین در خطر مندازه، هر کس حیثیت و عزت ما را در خطر مندازه، هر کس خلاف سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوکری و چاکری به غیر مسلمانا کرده رایسته، بیا که بددعا بکنیم. حاضر هستم که معلوم شود که غلام کیست، غلام یهود کیست، غلام نصارا کیست، چه نوکری کی است.
و کی نوکری کی است؟ برات معلوم شود چرا تبلیغات میکنی؟ چرا علیه ما سر و صدا را شروع کردی؟ چی کردیم؟ اینطور فکر نکنی که حرکت چند نفر، چند تا ملاقات است، یک چند تا محصلین است. این امروز براتان واضح شد ان شاء الله که تنها لیست سلفی از علما را بگیرم در 10,000 نفر میرسه. در 10,000 نفر تنها علما میرسه، دیگر بگذار. و خودتان میفهمه که نقش علما در جامعه چی است. حکومت هم بدانه، ملت هم بدانه.